خیلی از شماها گزش ساس رو با گزش گال اشتباه میگیرید. ببینید عزیزان من، گزش ساس اگر خوابتون سبک باشه نصف شب از خواب بیدار میشید، بدنتون رو میخارونین، و اگر خوابتون سنگین باشه صبح که از خواب بیدار میشین دست و پاهاتون رو میخارونین. دست ها و پاها، خب دست ها معمولا روی ساعد و روی بازو، پاها هم که ران پا و ساق پا و جای دیگه بدن نمیخوره. حالا یه عده میگن نقطه‌ای، یه عده میگن خوشه‌ای، خب ولی مهم اینه که چند جا باشه. اگه چند جا باشه این میشه گزش ساس که باعث خارش بدن شما میشه. خب و تفاوتش با گال چیه که حالا بارها تو ویدیوهای مختلف گفتم. تفاوتش با گال اینه که گال وقتی شب تا میای بخوابی بدنت به خارش میفته. گال وقتی از حموم آب داغ میای بیرون بدنت به خارش میفته. و اینکه جاهایی که گال میخوره کاملا متفاوت از ساسه. گال زیر بغل میخوره، اندام تناسلی، لا انگشتای دست، لا انگشتای پا، مچ دست، مچ پا، عموما اینان پشت زانو، زیر سینه ها و خط سینه و دور گردن. خب یعنی میتونه یک جا یا دو جا از این جاهایی که گفتم بدن به خارش بیفته. این مال گال میشه. خب حالا گال تفاوتش با اگزمای پوستی چیه؟ خب خیلی از پزشکان عزیز ما اگزمای پوستی رو با گال اشتباه میگیرن. این دوتا با هم اشتباه گرفته میشه. اگزمای پوستی واگیر نداره، یعنی ممکنه تو خونه فقط یه نفر گرفته باشه عزیزان من، و خیلی شباهت داره به گال. تفاوتش همینه که فقط چیز نداره، کسی تو خونه مبتلا نمیشه، فقط یک نفر اونو میگیره. حالا پزشکا هنوز متوجه نشدن، نفهمیدن که شما چطور اگزمای پوستی میگیرین. هنوز درمانی هم براش وجود نداره، به صورت فصلی میاد و میره. حالا نه اینکه حالا حتما یه فصل ممکنه 2 ماه 3 ماه طول بکشه، ممکنه 6 ماه طول بکشه و از بین میره. پس تفاوتش رو با گال، گزش گال، خارش گال متوجه شدین. برای درمان گال هم اینو خدمتتون باز بگم، اگر با پماد پرمترین، لیندان، کامترین، آیورمکتین، صابون گوگرد و این چیزها رو استفاده کردین خوب نشدید، اون موقع میتونید با من تماس بگیرید که بتونم مشکل شما رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کنم.